عابدی را حکایت کنند که شبی 10 من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی. صاحب دلی شنید و گفت اگر نیم نان بخوردی و بخفتی بسیار از این فاضل تر بودی. اندرون از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی. تهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. درود و عرض ادب. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با حکایتی از گلستان سعدی شروع کردم. حکایت بسیار کوتاه و چون مربوط به این قسمت از مثنوی بود تصمیم گرفتم با این حکایت شروع کنم و همونطور که دیدید جناب سعدی در مذمت پرخوری و میگه که یه مقدار شکم رو خالی نگه دارید تا یکم بلکه معرفت بیاد تو وجودتون. و خب امیدوارم که خوب باشید و ایام به کامتون باشه. میخوایم مثنوی رو ادامه بدیم. جلسه قبلی رسیدیم به اون جایی که بین وزیر و پادشاه یه نامه‌نگاری هایی شد و اینو اینجوری که پنهانی بود و وزیر به شاه میگفتش که بالاخره دارم این کار رو انجام میدم. شاه بیقراری میکرد، میگفت پس چرا کارو شروع نمی کنی و چرا این مسیحی ها رو کلن از بین نمیبری، چون برنامهشون همین بود دیگه. و حالا جناب وزیر دسیسش رو میخواد دیگه علنی کنه و شروع کنه. در واقع میخواد کار رو شروع کنه و بین این مسیحی ها یک آتیشی به پا بکنه تا دیگه اینا رو از بین ببره. حالا ببینیم که مولانا چه آشی برای اینا پخته، چون این داستان در واقع این قسمتاش دیگه کاملا ساخته خود مولاناست و از جایی نگرفته و میتونیم بگیم که مولانا این رو برامون درست کرده. بریم ادامه بدیم ببینیم که وزیر میخواد چی کار بکنه. تا اونجا خوندیم که گفتیم قوم عیسی را بودن در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر، هر فریقی مر امیری را تبع، بنده گشته میر خود را از طمع، و این 10 و این 2 امیر و قومشان گشته بند آن وزیر بدنشان. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او، پیش او در وقت و ساعت هر امیر، جان بدادی گر بدو گفتی بمیر. تا اینجا رو خوندیم. حالا میریم قسمت بعدی که به عنوان تخلیط وزیر در احکام انجیل هست. میگه که ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی، حکمهای هر یکی نوعی دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. خب این وزیر میاد چیکار میکنه؟ میاد برای اینکه بین اینا تفرقه بندازه، همونطور که گفتیم اینا 12 تا قوم بودن دیگه و هر قومی یه امیری داشته و این وزیر میاد برای هر کدوم از این امیرا یک توماری از دستورات مینویسه و این در واقع یک اعتمادی اینا پیدا کرده بودن به این وزیر که هرچی میگفته میپذیرفتن. یعنی همونطور که تو قسمت قبلی هم گفتم 6 سال این وزیر اینجا اعتماد سازی کرده بود و در واقع یه جوری خودشون نشون داده بود که من از بیخوبون مسیحی بودم و بالاخره مسیحیتم پنهان کرده بودم و شاه منو مسله کرد و داشت اعدامم میکرد و تبعیدم کرد و اینا دیگه خودتون در جریان داستان هستید. و میخوام اینو بگم که بسیار بهش اعتماد پیدا کرده بودن بعد از 6 سال که بین اینا بود و واقعا یه جور در واقع ولی میدونستن، اینو ولی دین مسیحیت میدونستن. به خاطر همین این هم از فرصت استفاده کرد و از این بذری که پاشیده بود کم کم داشت جوونه هاش میزد، این وزیر از این فرصت استفاده میکنه و 12 تا تومار درست میکنه. ساخت توماری به نام هر یکی، یعنی برای هر کدوم از اون امرا، اون حاکما که یه گروهی زیر دستش بود از مسیحی ها، یه توماری می نویسه و توی این تومارا چی می نویسه؟ دستورات مرتبط رو می نویسه، یه سری دستور می نویسه. حالا چه خاصیتی داشتن این دستورا؟ هر کدوم خلاف اون یکی بود. یعنی یه چیزی تو این می گفته و به اون یکی می گفته که دقیقا خلاف اینو می گفته و هیچ کدوم از همدیگه خبرم نداشتن که این داره به اون چی میگه، داره به اون یکی چی میگه و کم 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 با این کار میخواسته یک شعله تفرقه بین اینها روشن بکنه. حالا محتوای اینا چی بوده؟ مولانا اینجا
در واقع یه جوری با بیان محتوای اینا داره برای ما یه سری چیزهای دیگه میگه، خیلی مفصله و جان کلام اینه که میخواد بگه هر کدوم از اینها شاید نشون دهنده یک سری از تفکراتی که توی طریقت‌های صوفیه بوده، یا حتی بعضیاش توی تفکر خود مولانا بوده که انسان‌ها با چه چیزهایی با هم دچار تفرقه میشن، با چه چیزهایی با هم دچار اشکال میشن و با هم جنگ میکنن و همدیگر رو میکشن و چه چیزهایی هست که انسان‌ها دچار توی بیشتر تو راه دین و تو راه معرفت و تو راه سلوک. اینجوری میاره برامون، میگه در یکی راه ریاضت را و جوع، رکن توبه کرده و شرط رجوع. راه ریاضت را و جوع یعنی گرسنگی، ریاضت هم یعنی خب میدونید دیگه ریاضت کشیدن یعنی سختی دادن. البته کلمه ریاضت توی خود اگه اصل کلمه رو نگاه کنیم به معنی پرورش دادن ستوران، پرورش دادن چهارپایان، به این معنیه. و راعظ کسیه که کارش پرورش دادن اسب و ایناست. و منظور صوفیه از ریاضت اینه که انسان به خودش، به نفس خودش سختی بده، یعنی پرورش دادن اسب نفس، یه جورایی میتونیم این تعبیر رو ازش بکنیم. پس میاد به یه قومی میگه راه این که شما بتونید توبه بکنید و توبتون پذیرفته بشه، رکن توبه کرده و شرط رجوع هم باز یعنی همون توبه دیگه، برگشتن به مسیر خداوند، مسیر درست. از رجع یعنی برگشتن. میگه اینه که ریاضت بکشید و جوع و گرسنگی بکشید. حالا این گرسنگی هم خیلی فلسفه طولانی داره. گرسنگی کلن توی طریقت‌های صوفیه یک امر خیلی مهمی بوده، یک امر خیلی کلیدی بوده و بسیاری از طریقت‌ها به این گرسنگی به عنوان یک امر لازم برای سالک، برای اینکه نور معرفت تو دلش روشن بشه اشاره می‌کردن و اصرار داشتن. و حالا همون حکایتی که اول ویدیو از سعدی خوندم هم اشاره به همین موضوع داره که میگه اندرون از طعام خالی دار تا در نور معرفت بینی، تهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. سعدی میگه. خود مولانا توی یکی از غزلاش میگه که چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. گر تو این انبان ز نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. انبانم یعنی شکم. خود مولانا هم اینو میگه آقا یکم کمتر بخور بعضی وقتا، بذار یکم بلکه از حالا از شکمت یکم خالی بشه، یه چیز، یه نوری، یه گوهری، یه چیزی از طرف خدا بیاد توی وجودت قرار بگیره. و کلن این تمرین گرسنگی و مقاومت کردن در برابر این به اعتقاد صوفیه یه چیزی بوده که لازم بوده برای اینکه سالک بتونه توی مسیر قرار بگیره، لازم بوده. حالا غزالی یه جایی میگه که خداوند ولی بی عقل نمیخواد و میگه که گرسنگی بیش از حد زوال عقل میاره، ولی راست میگه گرسنگی بیش از حد. بعضی هست طرق صوفیه هم بوده که طریقت‌های صوفیه هم بوده که گرسنگی بیش از حد میکشیدن واقعا. خیلی مثلا توی تذکرة الاولیا از سهل بن عبدالله تستری آوردن که میگفت به 40 روز هم میرسید گرسنگیش. حالا چقدرش واقعیت چقدرش نیست نمیدونیم، ولی موضوع اینه که اینقدر اصرار می‌ورزیدن به این و واقعا هم غزالی درست میگه دیگه، گرسنگی بیش از اندازه زوال عقل میاره. اما اینا بوده دیگه، توی تاریخ صوفیه اینا بوده. خب ادامه میدیم. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. حالا میاد به یکی دیگه چیز دیگه میگه، یعنی خلاف اونو میگه نه مبادا بری ریاضت بکشی، ریاضت سود نیست. میگه مبادا بری خودتو به تن تو به سختی بندازی، سودی نداره این. اندر این ره مخلصی جز جود نیست، برو جواد باش، برو بخشنده باش. جواد یعنی بخشنده دیگه. حالا اینجا جناب فروزانفر اینجا یه از رساله قشیریه یه مطلبی میاره، میگه که کلا این بخشندگی به 3 بخش
میتونه تقسیم بشه. یکیش بحث سخا یا سخاوتمندی. میگه سخاوتمندی اینه که انسان یه چیزی از خودش میبخشه که خودش هم به همون اندازه داره و مشکلی نداره با بخشیدن این میشه سخاوتمندی. یکیش هست که جود، همینه که مولانا میگه اندر این ره مخلصی جز جود نیست. جود هم یعنی بخشش به اندازه‌ای که به خودت کمتر از دیگری برسه، این میشه جود. و این یه مرحله یکم فداکاری میخواد دیگه، یعنی انسان باید یکم از خودش بگذره. مرحله بعدی هم ایثار هست. ایثار یعنی این که به خودت هیچی نرسه، یعنی خودت هر چی داری ببخشی، این میشه ایثار. مولانا اینجا میگه وزیر به یک گروه دیگه توی تومارشون مینویسه که ریاضت کشیدن سودی نداره. مخلص هم اندر این ره مخلصی جز جود نیست. مخلص هم یعنی راه نجات و راه گریز. میگه گریزگاهی به غیر از بخشش و جود وجود نداره، شما باید به این رو بیاری. اینم میده به یکی دیگه. در یکی گفته که جو و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو، جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. به یکی دیگه میگه که چه گرسنگی بکشی چه ببخشی و فلان، اینا شرکه. شما مگه به خدا اعتماد نداری؟ نباید این کارا رو بکنی. شما باید تسلیم تمام باشی، توکل کنی فقط به خدا. یک طریقتی بوده مثل این که به نام طریقت ابراهیم خواص، ابراهیم ابن احمد خواص، که این طریقت خیلی اعتقاد داشته به توکل و تسلیم. مثل این که مولانا اینجا حرف از این طریقت میزنه، حالا مشخص نکرده ولی چیزی که بوده از این طریقت این نقل شده. و حالا بحث توکل رو ما مفصل توی داستان شیر و نخچیران، اون داستان معروفی که اون شیر و خرگوشه که خرگوشه میبره شیر رو در واقع دم چاه، اون خیلی داستان زیباییه. تو اون بحث توکل خیلی به صورت مبسوط و خیلی مفصلی بررسی میشه. بحث جبر و اختیار و مولانا اونجا مطرح میکنه و اینا. حالا به یکیشون میگه که شما باید توکل کنی فقط. ببین اصلا این کارا شرکه، مگه تو به خدا اعتقاد نداری؟ به شما به خدا اعتقاد ندارید. و اینم میده به یکیشون. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. به یکیشون گفته که شما واجب اینه که خدمت بکنی. اگه بخوای به اندیشه توکل به خدا بشینی و هیچ کاری نکنی، در واقع داری تهمت دروغ به خدا میبندی و خداوند همچین قولی نداده که به جای تو همه کارا رو انجام بده. شما باید کار بکنی. خدمت هم اینجا میتونه برداشت این بشه که منظور رسیدگی به امورات مردم و بقیه بندگان خدا. خدمت منظور اینه دیگه. توی طریقتی که به طریقت مولویه معروف هست، توی اون هم ظاهرا سالک رو میگفتن که حدود 1001 روز باید خدمت میکرده. وقتی که میومده 1001 روز باید خدمت میکرده و اون خدمت هم بالاخره یا توی خانقاه زمین جارو میزده یا آشپزی میکرده یا مهمونایی که میومدن میرفتن یا مردم رو اسباشون رو نگهداری میکرده، حیوانات رو نگهداری میکرده و کار میکردن. به این میگفتن خدمت. مولانا اینجا اینو میگه باید خدمت کنی، باید کار کنی، نباید بشین نگاه کنید. اینم میره به یکی دیگه. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست، شرح عجز ماست. تا که عجز خود ببینیم اندران، قدرت او را بدانیم آن زمان. به یکی دیگه گفته که آقا این چیزایی که خداوند به ما امر و نهی کرده لزوماً به دلیل این نیست که شما انجام بدید. این برای اینه که شما عجز خودتون رو ببینید و ببینید که واقعاً بعضی از کارا رو که خداوند از انسان خواسته انسان قادر به انجامش نیست و خداوند داره نشون میده که شما چقدر عاجزید، نیازید همه کارا رو انجام بدید. یه طریقتی بوده به نام طریقه در واقع اباحیه. اونا اینجوری فکر میکردن و مولانا احتمالاً اشاره به
این طریقت داره و تماما اعتقاد به سقوط تکلیف و عدم انجام امر و نهی هایی که بهشون داده شده داشتن. و مولانا اینجا توی این دوتا بیت اشاره میکنه به این تفکر که آقا جان، مثلا میگم وقتی که خداوند به ابراهیم میگه برو سر پسرتو ببر، نمیگه برو انجام بده. در واقع میخواد بگه که من کاری از تو میخوام که تو نمیتونی انجام بدی و تو عاجزی. یا مثلا وقتی میگن بعضیا نمیتونن روزه بگیرن، میگن آقا روزه سخت فلانه، میگه آقا اصلا برای انجام این نگفتن که، یا برای نماز صبح هر روز بیدار شو، برای انجامش نگفتن. اینا رو فقط گفتن که شرح عجز شما رو بهتون نشون بدن که شما نمیتونید و باید در برابر خداوند خاضع باشید، متواضع باشید. اینم یه تفکر بود و این وزیر توی این تومار اینو مینویسه، میده به یکیشون. حالا تو بعدی چی میگه؟ در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن است آن عجز، هین قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت او دان که هوست. به یکی دیگه عکس اونو میگه تو مبادا خودتو عاجز بپنداری و فکر کنی که عاجز هستی. اتفاقا اگه خودتو عاجز ببینی کفران نعمت میکنی، یعنی اون نعمتی که قدرتی که خداوند به تو داده رو داری انکار میکنی، داری سرپوش میذاری روش و نباید این کارو بکنی. قدرت خودتو ببین که خداوند چه قدرتی به تو داده و از اون استفاده کن. و قدرت تو نعمت او دان که هوست. هو هم یعنی خدا دیگه، صوفیه به خدا میگفتن هو. حالا چرا به خدا میگفتن هو؟ توی عربی هو ضمیر مفرد غایب دیگه، یعنی چیزی که دیده نمیشه، یعنی کسی که نیست. ولی از اونجایی که صوفیه معتقد بودند که خداوند وجود داره و عرفا به وجود خداوند ایمان داشتن در واقع و خداپرست بودن، ولی خب خدا به چشم محسوس ما که دیده نمیشه، به صورت شهودی اینا به وجود خدا درک داشتن دیگه. به خاطر همین با ضمیر هو خطاب میکردن که ما خدا رو مطمئنیم، یقین داریم که هست، شهود داریم به بودنش، ولی به چشم ظاهر نمیبینیمش. به خاطر همون مفرد غائب هستش، به خاطر اون بهش گفتن هو. در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هر چه بگنجد در نظر. توی یه تومار دیگه میگه که نظر اینجا به معنی ذهنه. میگه هر چیزی که تو ذهنت بیاد، هر تجسمی، هر چیزی که بیاد خیاله، هر چی که بیاد توهمه، از همه اینا عبور بکن و هیچ کدومش واقعی نیست و خداوند اون چیزی که تو ذهنت میاد نیست و از عجز و از قدرت و از همه اینا بگذر. اصلا اینا هیچ کدومشون تو رو به راه درست هدایت نمیکنه. در یکی گفته مکش این شمع را، که این نظر چون شمع آمد جمع را، از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیمه شب شمع وصال. به یکی دیگه میگه که آقا جان، این بحث نظر و ذهن چراغ راه توه. اگه تو این رو بکشی دیگه راهی نداری، جایی رو نمیتونی ببینی که بخوای بری به سمت معرفت الهی، بخوای به سمت طریقت بری. پس باید این ذهن تو باشه، باید این خیال پردازی ها و این چیزایی که انسان بر خودش تجسم میکنه که راه رو پیدا بکنه، باید اینا باشه. چیزایی که بهت گفته میشه رو تصور کنی، متصور بشی و مثل یک چراغی استفاده کنی که راه رو برات روشن میکنه و نشون میده. ببینید دقیقاً خلاف قبلیه دیگه. به قبلیه میگه هر چیزی که تو ذهنت میاد باطل، بته و دوتا بودن در جهانه که دوتایی نیست، در جهان فقط یک هست و اون یکی خداست و هیچ چیز دیگه ای نیست. تو این میگه نه، همه چی هست، باید باشه. و این بحث فلسفه و عرفانه. اینو دکتر سروش اینجا خیلی خوب بهش اشاره میکنه. میگه که فلسفه در واقع پرداختن به مفهوم یک چیز هست، عرفان پرداختن به خود اون چیز هست. یعنی اینجا این اختلاف نظره رو مولانا اینجوری بیان میکنه. میگه ذهن مفهوم چیزها رو برای تو نشون میده، ولی تو توی قبلیه گفت ذهن رو خاموش کن و به خود خداوند نزدیک شو و خودت رو کلن به خود خداوند نزدیک کن. توی بعدی میگه که اون شمع رو نگهدار، یعنی ذهنت رو،
مثل یک شمع، مثل یک چراغ راه نگهدار تا بتونی مفهوم‌ها رو ببینی و بفهمی و از اینها راهی پیدا کنی به خود ذات خداوند. در یکی گفته بکش باکی مدار، تا عوض بینی نظر را 100,000. که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، بیش آید پیش او دنیا و پیش. به یکی دیگه این بحث آخری که گفت این تقریبا همون چیزی بود که شمس به مولانا میگفت دیگه کتاب نخون، دنبال علم نرو، دنبال فقه نرو و دل و دینت رو و دل وجودت رو تمام و کمال بده به خود خداوند و تو این راه عاشقانه حرکت بکن، دنبال رقص بکن، سماع بکن و اینجوری به خداوند نزدیک شو، با عشق به خداوند نزدیک شو تا خداوند که معشوق تو هست و تو عاشق خداوندی، این رابطه کم کم رابطه عاشق و معشوق رابطه معشوق و عاشق بشه و بالعکس. حالا تا اینجا نگر می‌داریم داستان رو. این جناب وزیر هنوز توماراش تموم نشده و همینجوری داره میگه و مولانا هم داره از طریق این داستان به ما میگه که حداقل تو دوره خود مولانا چه تفکراتی بوده، چه چیزهایی بوده که باعث میشده که اینقدر اختلافات به وجود بیاد، اینقدر تفرقه ها به وجود بیاد بین طریقت ها، حتی ادیان و چیزهای دیگه، کارهای دیگه که میکردن. خب امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. تا همینجا نگر می‌داریم داستان رو و انشالله تو قسمت بعدی ادامه خواهیم داد. ارادتمند همتون هستم. فعلا خدا نگهدار.